مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. گفتار 17. داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب. خلاصه داستان: در میان جهودان پادشاه جبار و بیدادگری بود که نسبت به عیسویان سخت کینه‌توز بود. این پادشاه موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام را که در واقع شعله از یک چراغ و با هم متجهد بودند، از روی تعصب مخالف یکدیگر می انگاشت و در صددی بود که دین و آیین عیسویان را براندازد. او وزیری کاردان و زیرک داشت که در مسئله مهم او را یاری میداد. وزیر میدانست که ایمان و عقیده مردم را نمیتوان با خشم و زور از میان برداشت، بلکه برعکس، هرچی زور و خشونت سخت‌تر باشد، عقیده و ایمان مردم استوارتر میگردد. از این رو نیرنگ ساخت و شاه را نیز موافق خود کرد. بر اساس این نیرنگ شاه را متقاعد نمود که چنین وانمود سازد که وزیر به آیین عیسویان گرایش یافته، پس باید دست و گوش و بینی او را برید و از دربار راند. وقتی این نقشه عملی شد، وزیر با دست و گوش و بینی بریده شده از دربار شاه رانده شده، عیسویان به دو پناه دادند و برای اعتماد کردند. رفته رفته وزیر در میان عیسویان نفوذی استوار پیدا کرد و همچون معلم و مرشد در میان آنان شناخته شد و عیسویان نیز دل بدو سپردند، در حالی که وزیر در خفا و نهان فتنه و فساد میانگیخت. عاقبت وزیر ضمن و صحتی مهم برای هر یکی از سران 12 مسیحیت تومار جداگانه ترتیب داد که مضمون هر یک با دیگر تناقض داشت. سپس وزیر به غار رفت و به خلوت در نشست و پیروان و مریدان هرچی اصرار کردند حاضر نشد از خلوت خود بیرون آید و سپس رؤسای هر یک از گروه های 12 را به حضور خود خوانده و به هر یکی از آنان به طور پنهانی منشور خلافت و جانشینی داد و چنین گفت: جانشین من فقط تو هستی، نه دیگری، و چون کسی مدعی این مقام شود کاذب و دروغگوست و باید نابودش کنی. وزیر پس از اجرای این طرح اختلاف برانگیز و ویرانگر خود را در خلوت کشت و پس از مرگ او رؤسای هر یکی از گروه های 12 مسیحی به جان هم افتادند و کشتار آغاز شد و بدین ترتیب جمعی کثیری از مسیحیان به دست یکدیگر هلاک شدند و مقصود آن شاه بیدادرنگ حاصل آمد. مأخذ این حکایت روایت ذیل است، اما گفتاری ترسایان در عیسی مریم که او پسر خداست گفتند سبب آن بود که ایشان از پس آن که عیسی را بر آسمان بردند 81 سال به طریقی صلاح و ستاد بماندند. نماز میکردند و روزه میداشتند و عبادت میکردند تا از میان ایشان و جهودان کار رازی افتاد و در جهودان مردی بود شجاع به نام بولیس. او بیامد و جماعت بسیار را از ترسویان بکشت. آنکه جهودان را گفت من میترسم که مبادا که ترسایان بر حق باشند و ما بر باطل، و اگر چنین بود ایشان به بهشت شوند و ما به دوزخ، ولیکن من کیدی کنم که ایشان نیز به دوزخ شوند. آنکه بیامد و اسبی داشت نام او عقاب. اسب بی‌نظیر بود که او بر آن کارزار کردی به میان صف و آن اسب را پای کرد و جامه بدرید و خاک بر سر کرد و گفت یا قوم مرا دانی؟ گفتند نه. گفت من بولیس که چندگاه با شما کارزار کردم و اکنون پشیمان شدم و توبه کردم. مرا از آسمان ندا کردند که
توبه تو مقبول نخواهد بود مگر که ترسا شوی. اکنون من ترسا شدم و شما را آگاه کردم تا با خبر باشی از کار من. و از آنجا برفت و 1 سال درست در کنیسه شد و انجیل بیاموخت و آنگاه بیامد و انجیل خواندن گرفت و ترسایان را گفت. مرا از آسمان ندا کردند که خدای تو بپذیرفت و از تو خوشنود شد. ترسایان او را باور داشتند. او از آنجا به بیت المقدس رفت و مردی را به ایشان خلیفه کرد، نام او نستور، و او را تعلیم کرد که خدای عیسی و مریم 3 شخص بودند، یکی خدا شدند. این سلیس و اتحاد که ترسایان میگویند از اوست و از آنجا بروم رفت و لاهوت و ناسوت ایشان را تلقین کرد و گفت عیسی انسی نبود و جسم نبود ولیکن پسری خدا بود. مرد دیگر را پیش گرفت و نام او یعقوب و این مقاله او را بیاموخت. آنگاه مرد دیگر را بخواند، نام او ملکا. او را گفت بدان که عیسی خدا بود، لم یزل ولا یزال. آنگاه هر 3 را بر خود جمع کرد و ایشان را وصیت کرد و گفت از پس من مردمان را دعوت کنی با آن که من شما را آموختم و بدانی که من عیسی را در خواب دیدم. گفت من از تو راضی شدم و من فردا خویشتن را بخواهم کشتن، چون دیگر روز بود به مذبح آمد و خویشتن بکشت. و آن 3 مرد از پس او مردمان را به این 3 مقالت دعوت کردند. هر یکی را گروه متابعت کردند و میان ایشان خلافت ها افتاد تا به امروز و کارزار و کشیش در میانشان افتاد. مولانا در این حکایت تعصبات کور مذهبی و جنگ 72 ملت را مورد نقد قرار داده است. او میگوید چون جوهری همه ادیان یکی است باید از نزاع و شقاق دوری گزید. هرچند او آیین حنیفی احمدی را جامع ادیان میداند و در بیت 1106 دفتر اول میگوید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اما نیل به این آیین جامع را فارغ از جنگ‌های مذهبی می‌داند. او این سخن را وقتی گفته که هنوز نائل جنگ‌های صلیبی برپا بود و شهرهای مختلف را معروض ویرانی‌ها می‌کرد. بود شاه در جهودان ظلم ساز، دشمنی عیسی و نصرانی گداز. در میان یهودیان پادشاه بیدادگری حکومت می‌کرد. این پادشاه دشمن عیسی بود و نصرانی ها را سخت شکنجه میکرد و میکشت. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. آن دوران عیسی بود، یعنی دوره پیامبری آن حضرت برقرار بود و در حقیقت عیسی جان موسی بود و موسی جان عیسی، زیرا پیامبران جملگی از یک گروهند و هیچ فرق میان آنها نیست. حقیقت باطنی انبیا یکی است، هرچند که صورتهاشان گوناگون است. چون که در آیه 84 سوره آل عمران خداوند فرموده است بگو به خدا ایمان آوردیم و بدانچه بر ما فرود آمد و بدانچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرود آمده و بدانچه بر موسی و عیسی نازل شده و بدانچه بر پیامبران نازل گشته است ایمان آوریم. ما هیچ فرق میان آنها نگذاریم و بدان گردن نهاده ایم. پس وحدت نوری انبیا و اولیا در نزد اهل الله امر بدیهی است. شاه احوال کرد در راه خدا، آن 2 دمسازی خدایی را جدا. احوال در لغت به معنی لچ، دوبین، یعنی کژبین. آن شاه یهودی که دوچار هواهای نفسانی و اغراض شیطانی بود، آن 2 یار غار و رفیق طریق را از هم جدا کرد.
یعنی حقیقتی واحدی آن دو پیامبر بزرگ را دوگانه پنداشت. تمثیلی مولانا برای آن که دیدگاه خشی و دوگانه بین آن شاه متعصب و جمیع اهل قصر را تبیین کند، طبق شیوه معهود خود به تمثیل روی می آورد و می گوید استادکاری شاگرد لوچ و دوبین داشت. روز بدو می گوید برو از آن حجره فلان شیشه را برایم بیاور. وقتی شاگرد به شیشه نگاه می کند آن را 2 عدد می بیند. پس به استاد می گوید اینجا 2 عدد شیشه است، من کدام یکی را بیاورم؟ استاد می گوید 2 شیشه در آنجا نیست بلکه فقط 1 شیشه است. شاگرد به علت نقصی که در بیانی داشت همچنان بر حرف خود اصرار می ورزید. استاد می بیند که بحث فایده ندارد، پس می گوید حال که 2 شیشه است یکی از آن 2 را بشکن. وقتی که شاگرد شیشه را می شکند می بیند که دیگر هیچ شیشه سالم نماند. پس دانست که نقص در چشمانش بوده است. مولانا به اقتضای این تمثیل می گوید وقت اغراض نفسانی بر آدمی غالب آید دید و داوری او تغییر می یابد. این تمثیل مأخذ است از مرزباننامه و اسرارنامه. گفت استاد احوال را کنده را، رو برون آر از وثاق آن شیشه را. با عنوان مثال استادکاری به شاگرد لوچش می گوید برو از داخل آن اتاق فلان شیشه را برایم بیار. گفت احوال زان 2 شیشه من کدام پیش تو آرم بکن شرح تمام. شاگرد لوچ وقت داخل اتاق شد دید که به جای 1 شیشه 2 شیشه وجود دارد. با استادش گفت در این جا که 2 شیشه قرار دارد من کدام یکی را نزد تو بیاورم؟ گفت استاد آن 2 شیشه نیست رو، احولی بگذار و افزون بین مشو. استاد گفت آنجا 2 شیشه نیست، برو دست از دوبینی بردار و این قدر کسرت بیان مباش. گفت ای اوستا مرا طعنه مزن. گفت استا زان 2 یک را در شکن. شاگرد گفت آخر ای جناب استاد مرا مسخره مکن، زیرا شیشه در اینجا 2 تاست نه 1. استاد گفت حالا که چنین است یکی از آن 2 شیشه را بزن و بشکن. چون یکی بشکست هر 2 شد ز چشم، مرد احوط گردد از میلان و خشم. میلان در لغت به معنای میلان عربی است، به معنی رغبت کردن و خوب و مایل شدن نسبت به چیز و کسی است، اما در اینجا به معنی دنبال هوا و هوس رفتن آمده است. وقتی که شاگرد لوچ یکی از آن 2 شیشه را شکست آن دیگر هم شکست. بله انسان نیز بر اثری پیروی از هوا و هوس و خشم و غضب دچار کجبینی و عدم تعادل روحی و فکری می شود. خشم و شهوت مرد را احوال کند، ز استقامت روح را مبدل کند. مبدل دگرگون. مولانا میگه یعنی خشم و شهوت موجب لوچ دیده باطنی شخص می شود و در نتیجه روح را از حالت تعادل و توازن خارج می کند. یعنی هر کس که اسیر خشم و هوای نفس شود به دیده باطنیش چنان خلل درآید که واقعیت را نبیند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، 100 حجاب از دل به سوی دیده شد. همین که آدمی گرفتار غریزه های نفسانی شود هنر دیگران را نتواند دید، زیرا که از جانب دل او بسیاری از حجوب پدید آید و برابر دیدگانش قرار گیرد و در نتیجه از مشاهده فضل و هنر اهل فضل و هنر محروم گردد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. به عنوان مثال وقتی که قاضی به دل خود وعده رشوه دهد، یعنی وقتی که قاضی طمع رشوه داشته باشد، چگونه ممکن است که حق ستم دیده ناتوان را از ستمگار بستاند؟ نیکلسون میگوید دلی که اراده و میل نفس و خودبینی و از این قبیل بر او مسلط است، چنان قاضی فاسد از درک حقیقت عاجز است. شاه از حقدی جهودانه چنان، گشت احوال کل امان یا رب امان. حقد در لغت به معنای کینه آمده است. شنوندگان عزیز، در اینجا مولانا
می‌خواهد بگوید که آن شاه از شدت خشم و کینه جهودوار خود چنان دیده باطینیش لج شد که پروردگار را تو خود ما را از آن خوی زشت در پناه گیر. 100,000 مؤمنی مظلوم کشت، کی پناهم دینی موسی را و پوشت. آن شاه بیدادگر 100,000 تن از مؤمنان مسیحی را به هیچ گناه کشت، به این خیال که منم حافظ دین موسی، در حالی که دین انبیا عازم نیاز به دین کینه‌ورزی های دیوانوار ندارد. حقیقت ایجاب می کند که راه رسیدن بدان نیز حق باشد، چرا که با شیوه های باطل به حقیقت نتوان رسید. آموختن وزیر مکر پادشاه را. او وزیر داشت گبر و اشوده، کو براب از مکر بربستی گره. آن شاه جهود وزیر داشت بسیار فریبکار که از شدت مکاری و حیله‌گری به آب گره می‌زد، یعنی کارهای انجام میداد که در نظر دیگران محال مینمود. گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. آن وزیری پرتزویر گفت شاها، عیسویان برای آن که جانشان حفظ شود دین خود را از تو که شاه باشی پنهان می‌دارند، یعنی طور رفتار میکنند که تو خیال کنی آنان عیسوی نیستند. کم کششان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. شاها این قدر آنان را مکش، زیرا کشتار آنان هیچ سود ندارد، چرا که دین مانند عود و مشک نیست که بوی داشته باشد و بدان وسیلت پیروان دین و آیین شناخته شوند. ممکن نیست به ضرب شمشیر اعتقاد را از دل مردم برانداخت. سر پنهان است اندر 100 غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. دین و اعتقاد امر قلبی است، بنابراین پوشیده داشتن آن ممکن است. ظاهرش با تو و باطنش بر توست. شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تزویر چیست. شاه جهود با آن وزیر مکار گفت پس بگو بدانم که تدبیر و چاره این امر چیست و آن مکر و تزویر چه راه دارد، تا نماند در جهان نصرانیه، نه هویدادین و نه پنهانیه. تا بر اثر این تدبیر حتی یک عیسوی نیز در جهان نماند، چه آن که دینش را آشکارا کند و چه آن که دینش را نهان دارد. گفت ای شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب در حکم مر. حکم مر حکم تلخ کنایه از حکم قاطع دارد. وزیر مکار گفت شاها به فرمان قاطع دست و گوش مرا ببر و بینیم را بشکا. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. سپس مرا زیر چوبه دار بیاور، بدین قصد که بردارم زنی، اما باید کسی بیاید و شفاعت مرا نزد تو کند تا بر بالای دار نروم. بر منادیگاه کن این کار تو، بر سری راه که باشد 4 سو. 4 سو مرکز عبور و مرور مردم. این کار را در محل پر رفت و آمد نظیر بازار و سر چهارراهی عمومی شهر انجام بده تا همگان آن را مشاهده کنند. آنگه هم از خود بران تا شهری دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. شر و شور فتنه و غوغا. پس از اجرای این حکم مرا به شهر دور تبعید کن تا در آنجا میان مردم فتنه و آشوب برپا دارم، یعنی عیسویان را دوچار فتنه و غوغا کنم.